با سلام در خدمتتون هستم با موضوع سلامت روان و چند دقیقه رو راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت میکنیم. خب در وهله اول راجع به این صحبت میکنیم که ما باید فاکتورهای سلامت روان رو بشناسیم و بدونیم که این اختلال یا این مشکل در سلامت روحی روانی ما از کجا منشأ میگیره. توی این دسته‌بندی ما از دو حالت این رو خارج نمیدونیم. یا این موضوع مربوط به مشکلات محیطی میشه یا منشأ محیطی داره و این عوامل یا عوامل محیطی اون دسته هستن که ما در به وجود آمدن اونها نقشی نداریم و به وسیله شخص ما اون مشکل ایجاد نشده که به دنبال اون ما به هم بریزیم یا مشکلاتی رو داشته باشیم. مثل تورم اقتصادی که من یا شما شخصا در ایجادش نقشی نداریم و به خاطر شرایط جامعه و سیاست‌های کلی ایجاد میشه. پس یک مورد عوامل محیطی هستن که میتونن این مشکلات رو ایجاد بکنن و گروه دوم عوامل شخصی هستن و این دسته اون عواملی هستن که ما اونها رو ایجاد کردیم یا بهتر بگم در به وجود آمدن اونها خود ما نقش داریم. مثل دانش آموزی که به خاطر اینکه فرصت نداشته درس رو بخونه نمره خوبی به دست نیاورده و عاملش و در واقع چیزی که باعث شده اون مشکلات به وجود بیاد خود شخص هست. خب این طبقه بندی به ما اول میگه که بتونیم بشناسیم و بهتر پیدا بکنیم که علت و منشأ اون اصطلاحاً سیگنال منفی و ایجاد کننده اون حالات منفی در ما کجا هست. اما یک سوال مهم، بعد از اینکه ما فهمیدیم مشکل ما از کجا شروع شده یا منشأ مشکلی که باعث شده ما هم ریختگی‌های ذهنی، روحی و روانی داشته باشیم، حالا باید به یک سوال مهم پاسخ بدیم که پاسخ به این سوال به نظر من مهمترین عامل و حل کننده این معما هست. اون همینه که آیا در حال حاضر کاری از دست من برمیاد یا نه؟ این سوال بسیار مهمه. خب فرض کنید همون کسی که از تورم اقتصادی گله داره و گلایه میکنه و باعث به هم ریختگی هایی در زندگی روزمره شده این موضوع، آیا او شخصا میتواند کاری کنه که تورم اقتصادی کاهش پیدا بکنه؟ طبیعتا پاسخ سوال نه هست. یا اون دانش آموزی که نمره پایینی رو دریافت کرده، آیا میتونه کاری بکنه که این اتفاق جبران بشه؟ خب ممکنه توی نمره بعدی، توی امتحان بعدی نمره خوبی رو کسب کنه، یا ممکنه که بتونه یک تکلیف جبرانی رو از مدرس دریافت کنه تا این مشکل رو حل بکنه. پس پاسخ به این سوال خیلی مهمه که آیا در حال حاضر با همین شرایط و با همین ویژگی ها و شرایطی که من دارم میتوانم کاری رو انجام بدم برای حل مشکلم یا نه. هر وقت که با دوستانتون یا اطرافیانتون هم صحبت میکنید و اونها رو آشفته و در واقع با حال نامناسب روحی میبینید، این سوال ازش بپرسید که آیا در حال حاضر میتونی کاری بکنی یا نه. این پاسخ این سوال بسیار مهم و کلیدی و نشان دهنده بقیه مسیر گفتگو است. خب به سراغ چند تا راهکار ساده میریم. وقتی ما یک بار دیگه دوره بکنیم، ما اول اومدیم که پیدا بکنیم ریشه کار رو، ریشه اون عامل مخدوش کننده ذهن ما رو که آیا از عوامل محیطی هست خارج از کنترل ما یا توسط خود ما و جز عوامل شخصی این مورد ایجاد شده. بعد از اون اومدیم به این سوال پاسخ دادیم که آیا کاری از دست ما واقعا برمیاد برای حل شدن این مشکل یا نه، ما نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. خب همینجا پرانتز باز میکنم، وقتی که ما کاری رو نمیتونیم انجام بدیم برای حل اون مشکل، طبیعتا باید وارد مراحلی مثل پذیرش اون، استفاده از راهکارهای جبرانی، راهکارهای تطابقی برای اون بشیم. اما اگر کاری از دست ما برمی آید، خب باز مسیر مشخصه، باید به سمت اون هدف، به سمت انجام دادن اون کار پیش بریم تا مشکل برطرف شه. خب با این توضیح و اضافه کردن این موضوعات وارد راهکارهامون میشیم. مورد اول، عادتهای کوچک تسکین بخش ایجاد بکنیم. این خیلی مهمه. یک سری عادتها یا بهتر بگم خرد عادتهایی هستن که باعث میشه که حال خوب موقتی رو ما دریافت بکنیم یا از اون حال نامطلوبمون فاصله بگیریم. مثل کسی که عادت آبیاری یا رسیدگی به گلهای خانگی داره، کسی که گیاهی رو میکاره و منتظر رشد اون میمونه، دوچرخه سواری، پیاده روی، دوش گرفتن ساده حتی، یا موارد دیگری هستن مثل خوندن کتاب، گوش کردن به موسیقی یا پادکست و مثال‌های مثل این
که عادت‌های کوچیکی هستن که ما از اونها به عنوان یک موتیویتور یا انگیزه دهنده استفاده میکنیم تا از اون حالت خوبی که تا به اون حالت خوبی که دوست داریم نزدیک بشیم و از اون حالت بعد فاصله بگیریم. اگر که شما پیدا کردید و میدونید این عادت‌ها چی هستن در شما و به چه چیزهایی علاقه دارین، خب به سمت اونها برید، از اونها بیشتر استفاده کنید و اونها رو تقویت کنید و رشد بدید. اما اگر هنوز اونها رو پیدا نکردید، سعی کنید با آزمون و خطاهای کم هزینه و کم بنیادمند زمان کوتاه این رو تست بکنید و اون رو پیداش بکنید و حتما به دستش بیارید و این عادت‌ها رو توی خودتون تقویت بکنید. مورد بعدی دوری از محیط و افراد استرس آور هست. خب یه زمانی ما مثلا تصور بکنید کسی محیط کارش جوری هست که همکارانش مدام راجع به همون تورم اقتصادی راجع به اون صحبت میکنن و مشکلات مالی رو مدام بر زبون میارن و این محیط کارشون رو هم درگیر این موارد میکنن و تمام افرادی که اونجا حضور دارن هم درگیر این موضوع هستن. خب این محیط خوبی نیست، محیطی نیست که ما بتونیم ازش انرژی بگیریم و انگیزه بگیریم و حتی حرفها و تفکراتی که در اون محیط ایجاد شده میتونه تا ساعتها بعد از اون هم همراه ما باشه و ما رو آزار بده. همچنین بعضی وقتا افراد این خاصیت رو دارن و ممکنه ما بین دوستانمون یا آشنایانمون کسانی داشته باشیم که این افراد مدام راجع به موضوعات منفی صحبت بکنن، حس خوبی ازشون نگیریم. خب میتونیم مدیریت کنیم ارتباطمون با این افراد رو، میتونیم محیطمون رو مدیریت کنیم، توی مکالمات وارد نشیم و حتی بیشتر از اون ما انگیزه بخش اون گروه باشیم. مورد بعدی ارتقاء به مهارت‌های فردی مدیریت خود هست. ببینید یک سری مهارت‌هایی داریم که مجموعاً از اونها به عنوان مدیریت خود یاد می‌کنیم، مثل کنترل خشم، کنترل احساسات، توانایی حل مسئله، مدیریت هیجانات و مواردی مثل این. که باعث شما توی هر موقعیت و هر جایگاهی که هستیم بتونیم تصمیمات خوب بگیریم، بتونیم مدیریت کنیم بر احساسات خودمون و تصمیمات هیجان انگیز نگیریم و بتونیم با قدرت و با یک روش منطقی مسیری که داریم میریم رو ادامه بدیم. خوندن کتاب‌ها، صحبت با افرادی که توی این زمینه تخصص‌هایی رو دارن و همچنین تجربه‌های گوناگون، استفاده از تجربه‌های گوناگون، اینها میتونه باعث ارتقای مهارت‌ها در ما بشه و به دنبال این ما میتونیم سلامت روان بیشتری رو ازش برخوردار بشیم و از این مشکلات این چنینی فاصله بگیریم. خب یک مورد خیلی مهم، برنامه‌ریزی روزانه منسجم. ببینید داشتن برنامه‌ریزی مهمترین کمکی که به ما میکنه یا بهتر بگم به مهمترین ارتباطی که با موضوع سلامت روان داره اینه که شما توقع بیش از حد از خودتون نخواهید داشت. با برنامه‌ریزی شما میدونید که توی اون روز قرار هست این 1 2 3 4 مورد کار رو انجام بدید و به دنبال اونها هستید و برای اون دارید تلاش میکنید و روزتون رو سپری میکنید. و بعد یک برنامه‌ریزی فرض کنید هفتگی همچنین و داشتن یک برنامه منسجم طولانی مدت هم به مراتب بالاتر همین کمک رو به شما میکنه. داشتن برنامه‌ریزی بسیار راهکار خوبیه، توصیه میکنم حتما یک هفته رو به عنوان امتحان هم که شده از این کار استفاده بکنید. میتونید روی برگه کاغذ بنویسید کارهاتون رو، میتونید از نرم افزارهای موبایل یا ریمایندرها استفاده بکنید و چند تا کار روزانه‌تون رو لیست بکنید و اونها رو به انجام بدید و بعد از انجام دادن حتما یا خط بزنید یا حذفش بکنید. این حس خوبی رو ایجاد میکنه، انجام دادن کار حس خیلی خوبی رو ایجاد میکنه در ما. پس فراموش نکنید برنامه‌ریزی روزانه رو و حتما امتحانش بکنید. و مورد آخر، تلاش برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت. ببینید وقتی که ما میدونیم دنبال چی هستیم و میخوایم به چه چیزی برسیم، سیگنال های منفی و شاخه ها و انشعاب های مسیرمون رو توجه نمی‌کنیم. فکر کنید کسی میخواد از شهر A به شهر B حرکت بکنه. اون میدونه که قراره به شهر B و مقصد B برسه. بنابراین هر چقدر هم که جاده فرعی و مسیرهای انحرافی اطرافش باشه، چون اون میدونه به کجا میخواد برسه به اونها توجه نمیکنه. فرض کنید کسی که داره از شرایط اقتصادی میناله و گلایه داره، آیا توی ذهنش فرض کنید که میخواد یک خرید چند میلیارد تومانی رو انجام بده که از مشکلات اقتصادی میناله؟ خب ممکنه خیلی واقعا اینطور نباشه و اون قدری که نیاز دارن به اون شرایط مالی واقعا اون حجم از گلایه منطقی نباشه براش و چون خیلی وقتها نمیدونن چه تلاشی میخوان انجام بدن و برای چه چیزی میخوان تلاش رو انجام بدن، دچار سردرگمی میشن و مهمترین گزینه و فاکتور و کمکی که این تلاش برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت میتونه بکنه این هست که مسیر شما رو روشن میکنه و چراغ راه هست برای شما و میدونید به کجا میخواهید برسید و طبیعتا سیگنال های منفی، مسیرهای انحرافی رو تبعیت نمیکنید و میتونید بر خودتون مسلط باشید. خب امیدوارم که این
فایل به شما بتونه کمک بکنه توی این موضوع. مجدد اون رو گوش بکنید، برای دوستان آشنایانتون بفرستین. نکته هایی که لازم هست رو یادداشت بکنید روی برگه کاغذ و حتما موارد عملی و راهکارهای اون رو به کار ببرید و امیدوارم که همیشه سلامتی جسمی و روانی خیلی خوبی داشته باشید و زندگیتون رو به رشد و شادی باشه.